اومدم سوار اتوبوس واحد بشم که برم سمت خونه. نشستم رو صندلی، دیدم یک پیرمردی اومد بالا سرم، نگام کرد، نگاش کردم، نگام کرد، نگاش کردم، نگام کرد، نگام کرد، گفت پاشو دیگه میخوام بشینم. گفتم اتوبوس خالیه، این همه صندلی، چرا میخوای اینجا بشین؟ گفت تو رو خاطرات من نشستی. من هر روز با عشقم میومدم روی صندلی میشستم، کل تهران رو دور میزدم. خواهش میکنم. گفتم بلند شدم دیگه، خواهش نکنم. بعد اومدم برم عقب بشینم، گفت خواهش میکنم عقب اتوبوس نرو بشین. من با عشقم دوران نامزدی اون عقب خاطره داشتم، رو صندلی عقب نشستم. میله رو گرفتم، گفت میله رو نگیر. گفتم چرا؟ گفت دوران مجردی من با اون خاطره داشتم. گفت میله رو میگرفتم که پیرمردا بشینم. رفتم به راننده، دستم گذاشتم رو شونه راننده، گفت دست اون نزن. گفتم ما اینم خاطره داشت. گفت نه حواسش پرت میشه.